درود رفقا، آقای HD هستم و توی این ویدیو قراره یه چیز خیلی بمب بهتون یاد بدم. قرار امروز یاد بگیریم چجوری یه سیستمی رو درست کنیم که خودکار برامون مثل یک ماشین پولساز پول در بیاره. خب بذارید اول بهتون بگم قرار امروز چی کار بکنیم. چند ماه پیش اومدم گفتم یه سیستمی درست کنم که خودکار خودش بدونه که اصلا من وقت بذارم بیاد ویدیو درست کنه، آپلود بکنه روی یوتیوب و من باش به درآمد برسم. اومدم یه چنل درست کردم به نام مکت و تو این چنل موفق شدم بالای 200,000 تا سابسکرایبر با 141 ویدیو بگیرم، با وجود اینکه یک بارم یک دقیقه هم برای ساخت ویدیو من تایم نذاشتم. یعنی خودکار 0 تا 100 AI به صورت کاملا رایگان برای من انجام داده و بعدها هم از طریق حالا یعنی وقتی رسیدم به عدد حالا بالای 200,000 تا اومدم یه دونه وبسایت زدم و شروع کردم تیشرتاشو فروختم به قیمت‌های نجومی و خلاصه کلی ازش پول در آوردم. حالا امروز قرار به شما یاد بدم کاملا رایگان برای خودتون همچین چنلی رو کاملا رایگان بدون یک دقیقه در روز تایم گذاشتن برای خودتون بسازین و پول پاره کنین، حسابی تو یوتیوب وایرال بشین. این یکی از فقط چنلایی که الان من در حال حاضر دارم. خب واسه این کار ما از این سیستمی استفاده میکنیم به نام N8N. یه سیستم حالا هوش مصنوعی هستش در واقع. من یه واسه اینو شروع کنم چه اتفاقی میفته؟ اینجا هوش مصنوعی میاد سناریوی منو میسازه و ادامه روند شما خودتون میبینید بدون اینکه من دست به چیزی بزنم. خودش ویدیو رو میسازه و این تلگرام اینجا برای من میاره. حالا من دستی استارت کردم و خودش وقتی شما بسازین هر روز سر ساعتایی که شما ست کردین خودش سناریو رو مینویسه، کپشن رو مینویسه، هشتگا رو در میاره، 0 تا 100 کامل براتون تو تلگرام میفرسته یا براتون بخواین راحت روی یوتیوب هم آپلود میکنه. ولی آپشن یوتیوب به شما باید $20 در ماه هزینه کنین، ولی خب آپشن تلگرام رایگانه، کل کاراشون فقط کافیه دانلود کنین و آپلود کنید. و تمام، ویدیو برای من میاد، دانلود میکنم، همینو میرم تو یوتیوب آپلود میکنم. حالا هر موضوعی که میخواد باشه. واسه این کار یه لینکی من براتون تو دیسکریپشن گذاشتم که یه وبسایتی از، شما باید یه دونه VPS تهیه کنین ازش و سر لینکی گذاشتم شما 40% تخفیف میتونین بگیرین رو خریدی که میخواین انجام بدین. اوکی. خب من اینو بزرگتر میکنم که شما کامل با دقت ببینید. وقتی وارد وبسایتی که لینکش رو تو دیسکریپشن گذاشتم، تو چنل تلگرام هم براتون گذاشتم شدین، از بخش VPS هاستینگ میاین اینجا و پایینتر چند تا پلن هست. بین پلن بیسیک و بیزینس یکی رو انتخاب میکنین. برای پایداری بهتر شما پلن بیزینس رو بردارین، بهتر از این بیسیک هست. اینو شما رو اوردر میزنین و خوبی این سایت خارجی اینه که شما از ایران به ساده ترین شکل ممکن میتونین وارد وبسایت نوبیتکس بشین و با تومنتون رو تبدیل به تتر کنید و تترتون رو بیاین اینجا به عنوان پیمنت متد اضافه کنید. این که شده 204 برای سالانه شده. این ماهانه رو شما انتخاب میکنین. این پایین لوکیشن سرور حتما فرانکفورت بذارین که حالا یه سری API استفاده میکنیم بلاک نشه و اوبونتو 22 و اینجا هم کاری نداریم. کانتینیو رو ما میزنیم. خب اینجا فکر کنم من قبلا یه VPC دیگه هم اضافه کرده بودم، یکیش پاک میکنم چی و میایم پایینتر رو اطلاعاتتون رو وارد میکنین و اینجا حالا هر پیمنت متدی که شما میتونین، یعنی اگه خارج از ایرانین که خب کریدیت کارت و مستر کارت بهترین چیه و پیپل دارین، علی پی دارین، حالا هرچی. ولی خب وقتی ایران هستین همین کریپتوکارنسی رو برین جلو و انجامش بدین. اوکی. وقتی که شما اینجا خرید بکنین به شما یه همچین اطلاعات VPS تون براتون تو پنلتون نمایش داده میشه. شما فقط نیازمند یه IP هستین و یه دونه پسورد. کاری که میکنیم چیه؟ شما فقط کافیه که بیاین
شما نیاز دارین اینجا ترمینال یا CMD به قولن لپتاپتون، کامپیوترتون، چه اگه با ویندوز هستین CMD ویندوز، اگر با مکبوک هستین که ترمینال خود مکبوک استفاده میکنین، یا هر روش دیگه، پاتی دارین از طریق پاتی میتونین وصل بشین. روش های خیلی زیادی وجود داره. شما کافی سرچ کنین SSH root خط تیره IP و IP سرورتون. بعضی وقتا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اگه شما یک بار VPS تون رو از قبل داشته باشین و VPS تون رو یک بار قبلا لوگین کرده باشین و دوباره حذف نصبش به قولن کرده باشین، رو اینستالش کرده باشین، خب مسلما این ارور برای شما میاد. واسه از بین بردن این چیکار باید بکنین؟ کافیه که این دستوری که براتون میذارم و اینجا بزنین و تمام. دوباره برمیگردیم و همون دستور SSH root IP دیوایسمون رو وارد میکنیم و اینجا که میگه are you sure، اینو یکم بزرگتر کنم قشنگ ببینید. میگه که are you sure you want to با قولن continue connecting، میزنین yes تایپ میکنین و ازتون پسورد میپرسه. پسوردی که تو پنل VPS داشتین اینجا پیست میکنین، به شما نمایش داده نمیشه و اینتر رو میزنین و تمام. یک بار من حالا کلیر میزنم اینجا پاک بشه. خب اینجا شما نیاز دارین که اون محیط N8N که من دارم استفاده میکنم و یک با قولن سیستم اتوماسیون رو برای خودتون اینجا نصب بکنین رو VPS تون که برای همیشه کار کنه 24 ساعت. یعنی وقتی شما خوابین هم این خودش کار ساخت و سازش رو انجام بده، نیاز نباشه شما هیچ کاری انجام بدین. اوکی. خب اینجا شما نیاز دارین به یک دستور که میاد داکر رو روی سرورتون نصب میکنه. شما این دستور رو اینجا وارد میکنید. من همه این دستورات رو توی کانال تلگرام به صورت رایگان براتون گذاشتم. لینک کانال تلگرامم تو بایو چنل هست، توی دیسکریپشن هم هست. ثبت میکنید تو نصب کنه، بسته به صورت اینترنتتون یکم طول میکشه ولی این بخش کلا سریع انجام میشه. خب بعد از این دستور که تموم شد، شما باید دستور بعدی رو وارد کنین که میاد یه دونه فولدر براتون ایجاد میکنه واسه N8N فولدر که ساخته شد میرین برای اجرای N8N تون. دستور بعدی رو شما اینجا وارد میکنید. اینتر رو میزنم. دانلودش بسته به سرعت اینترنتتون یک کوچولو طول میکشه. خب وقتی که اینجا تموم شد، شما من این موقت میبندم، میام توی خود مرورگر زنم HTTP IP دیوایسمون، یعنی همون IP VPS مون و 2.567.8 اینطور رو میزنم. احتمال داره تو پنل وارد نشه. چرا؟ حالا من بهتون میگم چرا. صورت پیشفرض یه سری این پورت قفله، باید شما یه سری قفلاشو آزاد کنین و حالا یه سری کارهای دیگه که حالا دستوراتشو براتون میذارم. شما اینجا چند تا دستور دیگه باید وارد بکنین. یکی از دستورا که باید وارد بکنین اینه که UFWش ببینید فعال نیست، اینو میزنین و بعد اینو میزنین و این دستور رو همش براتون میذارن. دستور بعدی که شما باید وارد بکنین، دستور رو وارد میکنین و یک بار ریستارت میکنین. اوکی. اینو برای استاپ میکنم. احتمالا بالا خاطر SSL. خب اینجا میگه شما SSL ندارین. کاری که ما باید بکنیم، یه دستور آخر دیگه مونده، اینو ما باید وارد کنیم. شما چیکار میکنین؟ این دو تا دستور اینجا وارد میکنین. دستور اول رو وارد میکنین و بعد دوباره با این دستور بالاش میاریم. خب یه دونه رفرش، یه دونه استاپ، یه دونه رفرش.
دونه دوباره رفرش و بالا اومد. خب دیگه ما اینجا کار نداریم، کل کارمون از اینجا بعد با اینجاست. کاری که میکنین اینجا یه دونه ایمیل با وارد کنین، حالا هر ایمیلی که دوست دارین. میتونین اصلا ایمیل چیز بزنین، مثلا من بزنم test gmail.com. first name هر چی دوست دارین بزنم، مثلا admin دوست دارم بزنم، last name من admin دوست دارم بزنم. یه پسورد خیلی مهم اینجا باید وارد کنید. یه دونه پسورد وارد میکنم، next و تبریک میگم. یه استارت بزنید، اینا مهم نیست. شما با موفقیت پنلتون رو در اصل آوردین بالا، پنل مربوط به اینترنتتون. قدم بعدی خیلی ساده است. من براتون یک کدی رو گذاشتم داخل یک فایل رو گذاشتم داخل چنل تلگرام. کافیه که بیاین این استارت رو اینجا بزنین، اینجا import from فایل رو بزنین، فایلی که من براتون گذاشتم و اوپن رو میزنید. وقتی که شما فایل رو وارد کنین عملا 0 تا 100 کار رو انجام دادین. فقط چند تا اینجا ویرایش ساده داره که شما باید انجامش بدین و یعنی دیگه هیچ کار خاصی شما ندارین. وقتی که ایمپورت کردین تموم شد، ما به نیاز به چند تا چیز فیکس کنیم. ما از این API این وبسایت به صورت کاملا رایگان استفاده میکنیم تا به قولن کلا رایگان این پروسه رو جلو ببریم. شما get $5 کردیت رو میزنین، باید ساین اپ کنین. اینجا بخش ساین اپ رو میزنین و یه دونه برای خودتون اکانت اینجا میسازین. راحت میزنین فرست نیم، ایمیل، یه پسورد و تمام. یه دونه ایمیل میاد و وریفای میکنین. اینجا وارد میکنم برای خودم. وقتی شما وریفای کردین وارد همچین بخشی میشین، بر این گزینه API کی میزنین، خیلی راحت و create API کی میزنین و یه اسم انتخاب کنین هر چی دوست دارین. من میزنم مثلا HD. create کی میزنین و تمام. کارتون اینجا دیگه تموم شد. وارد ورکفلوتون میشین. اینجا نگاه چند تا آپشن، چند تا نود هست، شما کار خیلی جزئی باید کنید. اول از همه میاین تو این نود، اینجا اول کار میاین پایین بخشی که زده نیم و این ولیو رو میبینین. اینجا شما میاین چیکار میکنین؟ این گزینه ریز اینجا میزنین باز بشه. از این هفته میگیرین میان تا دقیقاً این یکی. ببینین این وسط باید یه اسپیس فاصله باشه. اوکی، اون کدی که اونجا کپی کردین API کیتون رو اینجا پیست میکنید. اوکی، میان جلوتر اینجا تو این یکی هم جاب استاتوس هم همین کار رو تکرار میکنید. خب اینجا هم چیزی نیست. تمام. کار بعدی اینه که شما باید بیاین تلگرامتون رو اینجا متصل کنین. کاری که باید بکنین اینجا واسه اینی که حالا همیشه به صورت همیشگی براتون ویدیو بیاد تو تلگرامشون، باید چیکار کنین؟ باید وارد خود تلگرام بشین، یه دونه ربات برای خودتون خیلی ساده بسازین. چیکار میکنین؟ میاین وارد باتفادر میشین تو تلگرام، ربات باتفادر. وارد ربات باتفادر تو تلگرام میشین. اینجا شما یه دونه اسلش میذارین، نیو بات کلیک میکنین، میگه یه دونه نیم بده. مثلا من میذارم YTHD. اینتر رو میزنین، میگه که یه دونه حالا یوزر نیم باید بنویسین. مثلا اسم ربات هم میذارم 1 2 3 4 5 HD تست میشه، همون یوزر نیم هستون. آخرش هم حتما باید کلمه بات رو بزنین. یکی نمیشه. خب اوکی، چیز دیگه تست میکنیم، عدد نمیذاریم. من میزنم تست HD YT، آخرش هم یه بات و تمام. یه همچین بات توکنی به شما میده، همون API خود حالا توکن اکسس توکنه. بیاین چی کار میکنین؟ برمیگردین تو تلگرام، تو همون محیط NetN، تو این نود آخریه، نود آخر
آخری میایم باز میکنین، اینجا رو بزرگش میکنین و از این اسلشه پاک میکنین تا بخش دقیقاً قبلش میشه بات، از بعد بات تا این آخرین اسلشه و اون توکنتون رو اینجا پیست میکنید و تمام. ببینید در حال حاضر این چیزی که ما درست کردیم ویدیوهای مربوط به باولن مثل حالا کات کردن چیزهای مختلف، اشیاء مختلف، ویدیوهای با قولن ASMR میسازه و شما میتونید عوض کنین. کافیه که به چت جی پی تی بگین که به من یه دونه پرامپت بده. میین چیکار میکنین؟ میین اینجا این بخش میتونین موضوع ویدیوها رو شما انتخاب کنید. من یه دونه پرامپت نوشتم، بهش گفتم که باید برای من ویدیوهای ASMR درست کنی. همین. شما اگه بخواید مثلا موضوع راجع به داستان باشه، چیزای دیگه باشه، کافیه که این بخش فیکس هست، شما اینو بزرگش میکنین، اینجا موضوع ویدیویی که دوست دارین رو اینجا پیست میکنین. خیلی ساده است، هر چی که دوست دارین. حتی به فارسی میتونین خودتون بنویسین برای من ویدیوهای مربوط به مثلا تاریخ بساز و ترنسلیت کنین به انگلیسی و اینجا پیستش کنین. تمام. اولا کار شما تمومه و یه دونه تستش میکنیم. میایم ربات تلگراممون هم از اینجا استارت یه دونه میزنیم روش استارت بشه. خب وای میسیم تا کار این دوستمون تموم بشه و نتیجه رو ببینیم. و دیدین که ویدیوی ما رو ساخت و برام فرستاد. این زیرم با قولن کپشنش میتونین رو کپی کنین و ویدیو رو دانلود کنین و آپلود کنین. و واسه اینی که تو ویدیوی بعدی، حالا من نمیدونم چقدر، من تلاشم برای اینه تا حد ممکن هزینه ها رو کاهش بدم. حالا اگه علاقمند هستین که خودکارم آپلود کنه روی یوتیوب، تو کامنت به من بگین، ویدیو بعدی اونو میذارم. خیلی ساده است. و چند تا نکته رو قبل از اینکه ویدیو رو تموم کنیم حتما باید بهتون بگم که خیلی مهمه. اینه که میاین اینجا این سه نقطه رو میزنین توی ستینگ، این بخش تایم زونش که الان نیویورک رو میاین میکنینش تهران، آسیا تهران به وقت ایران. اوکی. و اینجا من کار کردم 3 بار در روز اجرا میشه. 3 تا ویدیو تو تایم‌های مختلف برای من میسازه. شما میتونید اینجا بگین خب چه ساعتی شروع کنه ویدیو رو براتون بسازه. 9 صبح شروع کنه، 9 و 2 دقیقه براتون ویدیو تلگرامش آماده شده میاد. بدونید که اصلا شما مثلا خوابید 9 دقیقه پا میشین گوشیش چک میکنی میبینه یه دونه ویدیو ساخته برای من. اوکی. ویدیوش هم متفاوتن هر بار. مثلا 9 صبح یه دونش ساعت 3، یکی دیگه هم ساعت 9 شب. و برای سیو کردن نیازی نیست شما هیچ کاری کنید، فقط تو تب این خالی سیاه کلیک کنید، خودکار سیو میشه. وقتی همه این تنظیمات رو انجام دادین دکمه پابلیش رو میزنین و پابلیش. شما وقتی تمام، این دیگه الان اکتیوه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما خوابی رأس اون ساعتایی که اینجا ست کردی برات ویدیو رو میسازه و تو تلگرامت ربات خودت برات میفرسته. یعنی عملاً یک دستیاری داری که خودش ویدیو رو میسازه، ادیت میکنه، کپشنش رو میزنه. حالا میخوای کار تبلیغات میکنی، ویدیو تبلیغاتی، کار هر موضوعی بخوای در همون راستا برات ویدیو رو میسازه و تو تلگرام برات کامل شده شو میفرسته. دانلود میکنی روی یوتیوب میذاری و به ازای ویوهایی که میگیری کلی درآمد از توی خود ایران به دست میاری. هزینه خاصی هم نداره، کاملا رایگانه. مهمترین هزینه ساخت ویدیوست که شما رایگان دارین انجام میدین. وقتی هم که تو این وبسایت $5 کردیتتون تموم شد یه ایمیل دیگه وارد میکنین و دوباره استفاده میکنین. حداقل شما میتونین به مدت 15-20 روز استفاده کنین با همین $5، چون هزینه هر ساخت ویدیو به تقریبا 2 سنت هم نمیشه. 1 سنت تا 2 سنت میشه کلا. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. تو پارتای بعد خیلی کاملتر میگم. اگه دنبال این هستی که یاد بگیری چطور وی پی ان درست کنی، تو شرایط فعلی متصل بمونی، اگه دوست داری یاد بگیری چجوری پول در بیاری از سوشال مدیا، ممنون میشم چنل رو سابسکرایب داشته باشی و هر چیزی هم که نیاز داری من تلگرام رایگان برات گذاشتم. تا یه ویدیو دیگه، بدرود رفقا.